دیگه مصطفی جان سازی بچه چوکا دیگه اوش بچه چوکا برادرم عبدالله جان نپرد راستی یک چند روز شده میدم میره نفس بسیار تنگی میکنه ما این اوه بخون برادرم مزاق میکنی چوکا هایروی همی اوهی خنگه می هوای گرم افتخ اوی خالدنگ استفاده برده به همین روزا رسیم حالا بگو لیاختی ها را خنک زنانده روی نفس ها برادرم هایروی همی اوی خنگ به همین روزا رسیم برادرم این قدر داروی گوی طبیعی را توصیه میتی برادرم ما ده یگون شده برادرم اینا فیرمای سونامت لیاختی برونخی برادرم اوستش که این وارینی را چی مرا میگی مزاق میکنی چی میکنی نه اوخی برادرم فیرمای سونامت کو از کتابی بو علی ابن سینا تمام علفای گیاهی را جمع کرده با عسل آمیخته کرده گی لیاختی برونخی تیار کرده گی اینا میرا میخری روی نفس آزاد ولی همه خیلی بگو بگی بانک چرا ان شاء الله بعد میاد بانک برادرم نه اگر که تمام شد کو در همین رقم مراجعه بکنید با بچه‌ها کجایی که بخوای کو دستافکت میکنن اکی رفت دیگه شهر رسیده باشیم چی برادرم میشود تو بلند سلامتی احتیاط کو اوی خنک دای تویستون کو ای خلدن کم بخور فهمیدی برادرم ان شاء الله با توصیه شما سلامتی را احتیاط کن سلامت باشید زنده باشید برادرم بارک الله فیکم سلامتی هر یک شخص از خود او وابستگی دارد خود را احتیاط کن